مهوش خواننده‌ای که ملاهای متعصب شایعه کرده بودن تا چند روز از قبرش آتیش زبونه می‌کشید. رازی که بعد از مرگ مهوش فاش شد چی بود؟ میدونستی جمعیتی باور نکردنی برای تشییع مهوش از سر تا سر ایران اومده بودن؟ ماجرای کتاب کامیابی جنسی مهوش چی بود؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو اگه هنوز عضو کانال من نیستی از زیر همین ویدیو حتما روی دکمه سابسکرایب بزن و زنگوله رو هم فعال کن تا از ویدیوی بعدی من سریع با خبر بشی. من عاشقت هستم تو میگویی نمیشه. معصومه عزیزی بروجردی یا مهوش در سال 1299 در یک روستا در بروجرد به دنیا اومد. اون اصالتاً لر بود. یکی از خوانندگان زن ایرانی در سبک موسیقی کوچه بازاری، عامیانه یا لاله‌زاری در دهه 1330 خورشیدی بود. با وجود تهیدستی پدر و مادرش به مدرسه رفت و در کلاس درس گهگاهی برای همکلاسی‌ها و یا در جشن‌های مدرسه آواز می‌خوند. بعضی اوقات در نمایشنامه‌های دبستان هم شرکت می‌کرد. در کودکی پدرش را از دست داد و همراه با مادرش از بروجرد به تهران رفت. در خانه‌ای که در تهران اجاره کردند، دو زن دیگر هم بودند که در کافه آواز می‌خواندند. و چون معصومه 8 ساله خوب می‌رقصید و ادا و اطوار در می‌آورد، اون رو همراهشون به کافه تهران نو در لاله‌زار نو بردند. بعد از اجرای مهوش صاحب کافه از مادرش خواست که اون رو هر شب به اونجا بفرسته و این آغاز ورود این دختر لر فقیر به عرصه هنر بود که بعدها در هنگام مرگ 5 دستگاه ساختمان داشت به ارزش 40 میلیون تومان، جواهرات و ثروت بسیار. مهوش هنوز 15 ساله نشده بود که برای شرکت در فعالیت‌های هنری به آبادان رفت و در یک تئاتر غیر معروف شروع به کار کرد. مدتی بعد از آن با صدفان یکم شکوری آشنا شد و با اون ازدواج کرد. ولی بعد از 2 ماه این ازدواج به طلاق کشیده شد. اما حاصل این زندگی مشترک کوتاه دختری بود به نام اشرف. مهوش 1 سال بعد از اون از آبادان به تهران اومد و با بهرام حسن‌زاده آشنا شد که اون زمان در چهارراه حسن آباد کلاس تعلیم موسیقی و آواز داشت و عاقبت آن هم ازدواج بود. حسن‌زاده نوازنده ویولن بود و تا پایان زندگی مهوش اون رو در کافه‌های مختلف همراهی می‌کرد. صدای خوش و رقص هنرمندانه مهوش و تصنیف‌های ساده و اشعار همه فهم او عامل معروفیت و شهرت او شده بود. این شرایط پای مهوش رو به کاباره‌های معروف تهران باز کرد. مهوش بعدها به هنرپیشگی در فیلم‌های اون زمان هم پرداخت که برای اون شهرتی در سطح کشور به ارمغان آورد. مهوش در آغاز در محافل و مجالس خصوصی و عروسی‌ها برنامه داشت ولی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در نخستین کاباره مدرن تهران یعنی کافه جمشید به روی صحنه رفت. خوانندگی مهوش شمار زیادی از مردم عادی و افراد معروف به داشمشتی یا جاهل‌ها رو به خودش جذب می‌کرد که در بسیاری مواقع رقابت بین جاهل‌ها باعث جنگ و جدال میان این افراد بود. از جمله بزرگترین دعوا در کافه جمشید بین گروهی به نام 7 کچلان با دیگر اوباش بر سر مهوش اتفاق افتاد. بعضی از کارگردانان سینمایی اون روزای ایران برای تضمین موفقیت فیلم‌های خود حتما صحنه‌ای از رقص و آواز مهوش رو در فیلم خودشون می‌گنجاندن. مهوش نه تنها ستاره‌ای بی‌رقیب در جمع هنرمندان هم عصرش محسوب می‌شد، بلکه از محبوبیت بیشتری نسبت به بازیگران خارجی نیز برخوردار بود. برخی‌ها اون رو مرلین مونرو ایران می‌دونستند. او در مجموع در 8 فیلم هم حضور پیدا کرد. بسیاری از ترانه‌های مهوش تا مدت‌ها سر زبان مردم ایران بود و هنوز نیز گاه اشاراتی به اونها میشنوید که نسل‌های بعدی نمیدونن این اشاره‌ها به چیه. مثل ترانه‌های مادر شوهر دشمنته، این دست کجه کی میگه کجه، وقتی که از هند اومدم این قده بودم این قده شدم، غلطه آی غلطه غلط غلوته غلطه.
امو سبزی فروش شاترم داری باغونم داری 37 ساله بود که کتاب راز کامیابی جنسی بدون شمار ثبت از اون به چاپ رسید که ضمن درج خاطراتی از خودش یک راهنمای آموزش جنسی به شمار میرفت و به خاطر اون تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. اون در این کتاب خودش رو مهوش رضایی فرد و زاده پاریس معرفی میکنه و علت نگارش این کتاب رو به اشتراک گذاشتن تجربیات خودش با خوانندگان میدونه و مینویسه که این مطالب چون حاصل یک تجربه زنی است که با کمال سادگی و صداقت در اختیار شما میگذارد فوق‌العاده گرانبهاست. از شما ای خوانندگان عزیز انتظار دارم که به پاداش زحمت من به خاطر کامیابی‌ها و ناکامیابی‌های من، برای شکست‌ها و موفقیت‌های من و بالاخره به خاطر دل سوخته و دردمند من که آرزومند سعادت عموم زنان و مردان جوان است، این سطور را با دقت بخوانید. مهوش در شهرهای مختلف ایران به اجرای کنسرت پرداخت و برای اجرای آخرین کنسرتش به عراق رفته بود. او در عراق در چندین کاباره و مجموعه فرهنگی هنری باغ فردوس عراق به اجرای کنسرت پرداخت، ولی در نهایت در سال 1339 در حال رانندگی با یک اتومبیل فولکس در خیابان شاه تهران بود که در تصادف با یک تاکسی کشته شد. در این تصادف راننده فولکس که مهوش بود به دلیل سرعت زیاد و عدم رعایت حق تقدم مقصر شناخته شد. خبر مرگ مهوش باعث رکورد جدیدی از فروش روزنامه در ایران شد و تنها در یک روز 120,000 نسخه روزنامه به فروش رسید. به روایتی در مراسم خاکسپاری مهوش 50,000 نفر شرکت کرده و تهران به صورت یک پارچه و بدون اعلام رسمی به حالت تعطیل درآمد. پس از درگذشت او معلوم شد که او بخش اعظم درآمدش رو صرف نیکوکاری و امور خیریه می کرده و هزینه زندگی و تحصیل ده‌ها کودک یتیم و بی سرپرست رو متقبل بوده. البته مذهبیون متعصب در مجالس مختلف مذهبی از او به نام زنی بدکاره یاد می‌کردند و شایعه کرده بودند که پس از دفنش تا چند روز آتش جهنم اطراف قبرش رو می‌سوزونده. اما با وجود تمام این شایعات مردم هنوز دوستش داشتن و تا سالهای سال به شنیدن ترانه‌هاش که بر روی صفحه‌های گرامافون منتشر شده بود و دیدن فیلم‌هاش می‌پرداختند و یاد و خاطره این خواننده سبک عامه پسند یا به عبارتی کوچه بازاری رو گرامی می داشتن. دوست عزیزم مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدی. اگه از ویدیو خوشت اومده حتما لایک کن و برای دوستات هم بفرست. اسم یکی از آهنگای قشنگی که از مهوش شنیدی و نظرت رو راجع به ویدیو توی کامنت ها برام بنویس. لطفا سابسکرایب کن و زنگوله رو هم فعال کن تا از ویدیوی جدید من سریع با خبر بشی.